خب نوع دیگه ای از اعزام که میتونید روز اول تو سامان رشد انتخاب کنید بحث اعزام مستقیم هست. داستانش چیه؟ چه تعریفی داره؟ مزایاش چیه؟ ببینید اعزام مستقیم یه گزینه‌ایه که ما اینجوری 0 و 100 یا پذیرفته میشیم یا نمیشیم و خوبیش به اینه که نمیخواد منتظر دوره ثبت نام بمونی. اینطوریه که ببینید افراد تو لول‌های مختلف، تو ساعت‌ها و تاریخ‌ها و سال‌های مختلف واردتر میشن و به همون نسبت هم طرح‌هاشون تموم میشه. بنابراین همیشه یه سری جایگاه‌های هستن که طرح تموم شده و الان به صورت فوری نیاز به نیرو دارن. اینها میان تو خود سایت در واقع لینکشو میگذارن و این امکان وجود داره که شما با انتخابشون به صورت مستقیم از همون ابتدا اونجا اعزام بشید. از بابت اینکه چه جوری میرید اونجا هم اولویت انتخاب، یعنی هر کسی زودتر اونجا رو انتخاب کرده باشه اعزام میشه دیگه. اون داستان امتیازبندی‌ها و پیش‌دیگی اصلا طرح‌دواری رو نداره. روش به چه صورته؟ روش به این صورته که خب چه بچهای پزشک چه بچهای دندون پزشک میرن وارد سامانه رشد، اون جدول مجزایی که برای خودشون در ضریب شده رو پیدا میکنن، لینک ها و جا مشخصه که چه جایی هست، هر کی زودتر ثبت نام کنه در واقع اسمش از اون لیست سامانه رشد دیگه خارج میشه. چقدر باید بعد از این داستان اعزام مستقیم در واقع رفت و طرح شروع کرد؟ حقیقتی که یه روزم میشه این کار کرد. آدمی که پیگیر باشه بلافاصله میتونه از دانشگاه نامه ببره، یه مراجعه حضوری به وزارتخونه داره و همون روز حکمشو بگیره. در این حد کار سریع انجام میشه. آیا در صورت عدم پذیرش در اعزام مستقیم مشکلی برای اعزام ادواری پیش میاد؟ نه، به هیچ وجه. قاعدتا تداخلی نداره و حالا بالاخره اعزام ادواری هم حالا ما این همه چیز گفتیم ولی اعزام ادواری هم بعضی موقع اصلا به نفعمون میشه، یعنی یه پستای بهتری ممکنه آزاد بشه، ولی خب داخل همین اعزام مستقیم هم میبینید خیلی نکته‌های مثبت داره. اگه امتیاز بندی نمیشید بلافاصله میتونید شروع کنید. بعد بعضی موقع میبینید واقعا یه جای خوبی خالی میشه تو همون لحظه که یعنی مثلا یه نیروی اون تایم تموم شده و فرصت اعزام مستقیم رو به هر صورت از دست ندید.